قبل از اینکه بریم سراغ ادامه آموزش این مدل جذاب، برای حمایت بیشتر من و انرژی دادن بیشتر بهم جهت تولید محتوای با کیفیت تر و بیشتر، ممنون میشم که سابسکرایب کنید کانالمون رو و زنگوله رو فعال بکنید تا موقعی که محتوای جدید میذارم از دست ندید. خب برای ادامه میخوام گوشه چشم رو که به سمت چپ بینی میاد و تیرگی شدید داره سایه هاش رو ایجاد بکنم. همونطوری که میبینید قلم رو توی پودر میزنم، تست میگیرم و از همون گوشه چشم شروع میکنم به سایه زدن به صورت دورانی و مرحله به مرحله سایه ها رو به سمت پایین پیش میارم. تیرگی شدیدی داره ولی همونطور که تو قسمت‌های قبل هم بهش اشاره کردم من یک باره این تیرگی رو ایجاد نمی کنم و برای اینکه سایه ها حجیم بشه و پخته تر باشه این تیرگی ها رو مرحله به مرحله شارژ می کنم تا به اون حجم مد نظرم برسه. دقت می کنم به مدل که تیرگی ها تا کجا ادامه داره، محدوده تیرگی ها تا کجا هستش که بیشتر از اون محدوده نرم تا کارم خراب بشه. خب میخوام برم سراغ حفره های بینی که تیرگی های کاملا شدید و مطلقی در واقع داره. من از کنته بسته پاریس استفاده میکنم و اول محدوده بالای حفره بینی رو دورگیری میکنم و بعد به صورت دورانی و با فشار دست یه مقدار کمتر از قسمت اطراف حفره به سمت پایین سایه میزنم و در واقع نمیام با فشار دست خیلی زیاد با ایجاد مرز اون تیرگی رو ایجاد بکنم و همونطور که میبینید سایه میزنم. همینطور پره بینی رو هم با همین کنته مشخص میکنم. علت این که از کنته استفاده کردم چون تیرگی کاملا شدیده و مطلق هستش وگرنه ما نباید از کنته استفاده بکنیم. و بعد با یک قلم سایز کوچیک مثل 7007 خرم مطبعی اومدم تیرگی های کنته رو محو کردم و در واقع اون حالت برفکی رو از بین بردم. قلمم یه مقدار داخل پودر زدم و از همون تیرگی های شدید به سمت اطراف پخشش کردم. خب میرم دوباره سراغ تیرگی های کنار بینی تا قسمت پایین بینی. قلم رو توی پودر میزنم، تست میگیرم و برای حجم دهی و فرم دهی به بینی میام سایه های تیره رو ایجاد میکنم. جهت یادآوری میگم که من از قلموی 777 بی خرم دارم استفاده میکنم توی این آموزش که این قلموی نرمی هستش. البته میشه گفت نیمه نرم هستش چون قلم‌های نرمتری هم هست مثل 2392 پارس آرت. و اگر که ابزار کلی رو نمیدونید توی ویدیوی اول یعنی پارس اول این آموزش من تمام ابزار رو به طور کامل براتون آوردم. خب با توجه به مدل سمت چپ بینی تیرگی شدیدی داره و هرچی به سمت راست میریم باید فشار دستمون رو کم بکنیم و یه دفعه وارد یک روشنی نسبتا شدیدتری میشیم. البته باید این رو در نظر بگیریم که بین این تیرگی و روشنی شدید نباید مرز خیلی واضحی وجود داشته باشه. به تدریج تیرگی ها رو به اون حد مد نظرم که توی مدل هست میرسونم. برای گذاشتن کک و مک هایی که روی بینی هست چون سایه ها تیره هستن من از مداد استفاده میکنم. مدادی که استفاده کردم لوموگراف بلک B8 هستش و از همون قسمت تاج ابروها در واقع شروع کردم و تاج ابروها خیلی محو و کمرنگ هستن و با همین مداد مشخص کردم و به تدریج که میام پایین کک و مک ها رو هم مطابق مدل سر جای خودش میذارم و بعد با یک قلمو روش رو فید میکنم تا طبیعی بشه.
با یک قلموی تمیز و مجدد روش رو با یک قلمویی که توی پودر زدم سایه میزنم. حالا برای گذاشتن روشنایی های بینی میام از پاکن فرچه‌ای استفاده میکنم. پاکن رو به صورت زاویه دار روی سطح گرفتم. فشار دستم خیلی آرومه. برای اینکه فشار دستم روی پاکن کمتر باشه حتی پاکن رو از بالاتر گرفتم و به مدل نگاه میکنم و مطابق مدل تمام قسمت هایی که نیاز داره روشن‌تر بشه رو ایجاد میکنم. نکته ای که در رابطه با پاکن فرچه‌ای وجود داره اینه که روشنایی های محو و فیدی رو میتونیم باهاش ایجاد بکنیم، چون قدرت پاک‌کنندگی شدیدی نداره و در واقع لایه لایه ما رو به اون روشنایی ها میرسونه. مجددا اومدم از مداد لوموگراف بلک B8 استفاده کردم و عذرخواهی میکنم بچه، اینجا چون سایه های سمت چپ بینی خیلی تیره هستش و کک و مک ها دیگه مشخص نمیشن با مداد لوموگراف، اومدم از همون کنته پاریس بسام استفاده کردم و اون لک های خیلی تیره ای که توی تیرگی شدید وجود داشت رو با کنته ایجاد کردم و روش رو با یک قلموی تمیز فید کردم و مجدد با یک قلموی بزرگتر که باز هم تمیزه، یعنی داخل پودر نزدم. منظور از تمیزی اینه بچه، نه که نو باشه. دوباره اومدم یک در واقع سایه کلی زدم، سایه نه، اومدم به صورت کلی محوش کردم و همونطوری که میبینید چندین بار میام این ککمک ها رو تکرار میکنم، هی میذارم، هی با قلم محو میکنم و حتی روشنایی ها رو دوباره ایجاد میکنم. برای دست دوم روشنایی ها رو اومدم از پاکن خمیری استفاده کردم. مزیتی که پاکن خمیری نسبت به پاکن فرچه‌ای داره اینه که روشنایی های باز محوتر و کمرنگتری نسبت به پاکن مدادی یا فرچه‌ای ایجاد میکنه. قسمت پایین پره بینی یک روشنایی محوی وجود داشت که اون رو هم با استفاده از پاکن خمیر ایجاد کردم. مجدد با استفاده از مداد لوموگراف بلک این بار B8 میام تارهای محو تاج ابرو رو مشخص میکنم. با هم پاکن خمیری که نوکش روی مقدار تیزتر کردم روشنایی های ما بین انتهای تارهای ابرو رو که روی پلک در واقع قرار گرفته ایجاد میکنم و همینطور روشنی که بالای خط پلک وجود داره رو با همون پاکن خمیری مشخص میکنم و با یک قلموی تمیز روش رو فید میکنم. قسمت پایین چشم در واقع لثه چشم یه مقدار روشن‌تره که اونو میام با استفاده از پاکن فرچه‌ای ایجادش میکنم. دوباره چک میکنم هر جا که نیاز داره روی بینی روشن‌تر بشه یا قسمت‌های تیره‌تر نیاز داره شارژ بشه اونها رو مجدد تمدید میکنم. سراغ ادامه کار و قبل از اینکه سایه های ادامه کار رو بزنم میام با استفاده از مداد لوموگراف بلک B6 که نوکش کاملا تیزه چند تا خطی که زیر چشم وجود داره رو ایجاد میکنم، ولی حواستون باشه که برای اینکه این خطوط کاملا طبیعی بشن نباید دستتون رو بذارین و یک سر یک خط صاف بکشین، باید به صورت لرزشی و تیکه تیکه این خطوط رو ایجاد بکنید. بعد میام با استفاده از یک قلموی سایز مناسب روش رو فید میکنم. با مداد لوموگراف بلک B8 میام ادامه خطوط زیر چشم رو ایجاد میکنم و مجددا با یک قلموی تمیز روش رو فید میکنم. مزیتی که این مدادها نسبت به کنته دارن اینه که پخشندگی کمتری دارن و وقتی که روش قلمو میاد و یا حتی باز سایه میخوره این خطوط سر جای خودشون حفظ میشن و پخش نمیشن و از بین نمیرن.
خب دوباره قلمم رو توی پودر میزنم و از قسمت تیره کار که قبلا سایش رو زدم باز شروع میکنم به سایه زدن و به سمت راست و پایین سایه ها رو پیش میبرم. در واقع توی این مدل ما دو سمت تیرگی داریم. سمت راست که در قسمت در واقع سمت چپ بینی قرار گرفته تیرگی های شدید و سمت چپ که روی خود صورت هست تیرگی های شدید و ما از دو سمت میتونیم سایه بزنیم و به سمت وسط فشار دستمون رو کمتر بکنیم. خب در اینجا دارم سایه زیر چشم رو ایجاد میکنم که در واقع حجم بدم به کارم و همونطور که میبینید از تیرگی به سمت راست میام و فشار دستم رو کمتر میکنم تا حجم کارم به خوبی مشخص بشه. دور کفش دوزکی که روی صورت قرار گرفته رو مشخص‌تر میکنم که پاک نشه. بچه‌ها یه نکته در رابطه با عنبیه بگم. عنبیه‌ای که من کار کردم یه مقدار توپل‌تر از مدل اصلی شده و قسمت سمت چپ عنبیه به سمت پایینش یه مقدار باید به سمت داخل‌تر میرفت. الان که من دارم ویدیو رو چک میکنم متوجه شدم چون من هنوز اصلاح نهایی نکردم و خواستم اینجا بهتون بگم حواستون باشه شما. خب در ادامه میام موجه های روشن رو که نور خورده بهش و در واقع سفید دیده میشن با پاکن مونوزیرویی که سرش رو کاملا تیز کردم با کاتر ایجاد میکنم و برای اینکه این موجه ها خوب حجم بگیرن و خودشون رو نشون بدن کنار این روشنایی ها رو میام با یک کنته‌ای مثلا نوترال ماریس یا همون لوموگراف بلک B8 یه مقدار با تیرگی ایجاد میکنم که موجه ها بهتر حجم بگیره. موجه های پایین هم همینطور، بعضی از این موجه ها نور بهشون خورده و سفید دیده میشن که باید با پاکن مشخص کنیم. به مدل کاملا دقت میکنم و مطابق مدل سر جای خودش این تارهای موجه رو ایجاد میکنم. بچه ها یادتون نره که قبل از اینکه اینها رو ایجاد بکنید، موجه ها رو ایجاد کنید، باید سایه های زیر چشم در واقع سایه های بالا و پایین چشم خورده باشه، چون وقتی میخوایم پاکن بکشیم باید سایه داشته باشه که این روشنایی ها ایجاد بشه دیگه. پس عجله نکنید تو گذاشتن این تارهای روشن و در واقع باید تیرگی های زیرساز، سایه های زیرساز کاملا به اون تونالیته‌ای که مدل داره رسیده باشه. خب برای شارژ مجدد گوشه تیرگی های گوشه چشم و زیر چشم اومدم از کنته از کنته پاریس بسته استفاده کردم و یه مقدار با فشار دست کم تیرش کردم و بعد با قلم روش رو فید کردم. مجددا اومدم خطوط بافت زیر چشم رو که با مداد لوموگراف گذاشته بودم پررنگ‌تر کردم به همون صورتی که گفته بودم و بعد میام با یک قلموی تمیز روی این خطوط رو محو میکنم. پاکن شارژی رو برمیدارم، نوکش رو کاملا با سنباده تیز میکنم و روشنایی هایی رو که زیر خط پلک چشم وجود داره یعنی بالای چشم با استفاده از پاکن شارژی ایجاد میکنم. لثه پایین چشم که تیره شده بود دوباره روشناییش رو شارژ کردم و در ادامه روشنایی های شدیدی که به عنوان بافت لابلای خطوط زیر چشم وجود داره رو ایجاد میکنم. به این صورت که تیکه تیکه پاکنم رو میذارم به صورت لرزشی، به صورت نقطه‌ای و گاهی خطوط کوتاه. حتما باید به مدلتون دقت بکنید و زوم کنید روی بافت ها و از خودتون بافتی رو ایجاد نکنید تا جایی که دیده میشه با چشم مدلی که بافت ها وجود دارن شما هم ایجاد بکنید، چه تیرگی ها چه روشنایی ها، و از خودتون مدلی در واقع
ابداع نکنید بچه‌ها. به جهت بافتا خیلی دقت بکنید. اگر میخواید یک کار هایپر رئال یا نزدیک به هایپر رئال داشته باشید، حتما اینها رو باید دقت بکنید بهش، ریز به ریز و اجراشون کنید. بعد از گذاشتن روشنایی ها مجدد میام با مداد لوموگراف بلک B6 هم تیرگی های ما بین روشنایی ها رو شارژ میکنم. خب امیدوارم تا اینجای آموزش لذت برده باشین. دیگه این که میتونین تمرینات قشنگتون رو برای من توی پیوی تلگرامم که آیدیش رو توی دیسکریپشن گذاشتم بفرستید، حتما رفعش کار میکنم براتون و خیلی خوشحال میشم. پارت بعدی آموزش رو از دست ندین و اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید و زنگوله رو فعال نکردید، پیشنهاد میکنم حتما این کار رو انجام بدین تا از آموزش‌های خفنی که توی کانال گذاشته میشه بی بهره نمونید. دوستتون دارم. فعلا.